سلام دوستان، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. از فروشگاه اینترنتی بیگ بگ در خدمتتون هستیم. امروز میخوام در مورد کافه سوپریم دکتر بیز با هم صحبت کنیم. چیزی که این روزا خیلی در موردش صحبت میشه قارچ گانودرما که یکی از اجزای تشکیل دهنده این قهوه هست. همینطور که میبینین بسته ها پلم هست، تاریخ انقضا و قیمت روشون خورده، اطلاعات این که چقدر از لحاظ ارزش غذا و مواد تشکیل دهنده هست و سیب سلامش، چیزی که مهم هست روی این کافه ها پک شده. هر بسته 20 تا ساشه داخلش هستش که محتویات هر ساشه رو میتونید توی یک لیوان آب جوش حل کنین و میل کنین. در مورد ترکیبات این محصول میخوام امروز بیشتر با هم صحبت کنیم. ترکیبات این محصول همونجور که میدونید اولین مواد تشکیل دهندش قهوه هستش، قارچ گانودرما هست، فیبر موجود هست داخلشون. در هر بسته هر ساشه 2 گرم فیبر هست، جنسینگ، خرنوب، شکر، خامه غیر لبنی. در مورد قهوه اولین نکته که باید بگم این هستش که این قهوه از درصد کافئین پایینی برخوردار هست و از این جهت کسانی که نگران بیماری‌های قلبی و بیخوابی هستن میتونن از این کافه استفاده کنن و این نگرانی رو نداشته باشن. از خواص دیگه قهوه همونطور که میدونین پاکسازی کبد هست، ضد افسردگی هست. قهوه کمک میکنه به جلوگیری از سکته قلبی، کمک شایانی میکنه به کسانی که بیماری‌های سرطانی رو دارن. در مورد فیبر بگم خدمتتون که همونجوری که میدونید خیلی از رژیم‌های لاغری که الان پزشکان ما دارن توصیه میکنن رژیم‌های فیبری هست و این فیبر کمک میکنه به لاغری، به مشکلات روده‌ای مثل یبوست و به کاهش اشتها کمک خیلی خوبی میکنه این فیبری که موجود هست توی هر ساشه. در مورد جنسینگ بگم خدمتتون تب گرم و خشکی داره این گیاه. ریشه این گیاه مهمترین قسمت خود گیاه جنسینگ هست. کمک میکنه به بهبود حافظه، آرامش بخشی، کمک خیلی شایانی میکنه جنسینگ به مشکلات جنسی. کسانی که برای ناباروری میخوان این کافه رو استفاده کنن، کافه سوپریم به دلیل داشتن جنسینگ خیلی کمک شایانی بهشون میکنه. شفاف سازی پوست حتی مؤثر هست در کاهش سرماخوردگی. ما داریم کسایی که از این کافه استفاده میکنن حتی برای بچه هاشون که البته بالای 2.5 سال هستن. این کمک میکنه که این بچه ها حتی تعداد دفعاتی که در سال سرما میخوردن این تعداد دفعات خیلی کمتر میشه. در مورد خرنوب بگم خدمتتون یک گیاه قهوه‌ای روشن هست. داخل این گیاه دونه هایی مثل عدس هست که این گیاه خیلی شیرین، طعمی مثل عسل داره. کمک میکنه به کاهش کلسترول و کاهش استرس، افزایش اسپرم رو داره برای آقایون و از این بابت باز میگم میتونه برای کسایی که برای درمان ناباروری میخوان محصولی رو استفاده کنن کافه سوپریم محصول مناسبی باشه. قسمت اعظم و اصلی این کافه که علاوه بر همه این خواص خوبی که گفتیم میتونه خواصهای بهتر و بیشتری رو برای این قهوه داشته باشه، قارچ گانودرما هست. قارچ گانودرما هستش که توی بدن شروع میکنه 4 مرحله، تقریبا میتونم بگم 4 مرحله اصلی و 1 مرحله فرعی داریم که در طولانی مدت اون مرحله 5 میتونه به شما بده. 4 مرحله این قارچ گانودرما توی بدن ما شروع میکنه به فعالیت. مرحله اول 1 تا 30 روز طول میکشه که توی این مدت این قارچ گانودرما شروع میکنه توی بدن ما بیماری‌های مخفی و بیماری‌هایی که ما ازش اطلاع نداشتیم و با یک علائمی به ما هشدار میده. شروع میکنه به یک سمزدایی اولیه و این بیماری‌ها رو نشون میده. دلیل این که خیلی از شمایی که کافه رو استفاده میکنین تماس میگیرین که مثلا یه سری از علائمتون بدتر شده یا برون ریزی مثل جوش و چیزهای این شکلی توی بدنتون هستش، دلیلش همینه که این قهوه شروع میکنه به شناسایی بیماری‌های مخفی. مرحله دوم تقریباً بین 1 هفته تا 30 هفته طول میکشه.
حالا روی بدن هر شخص این مراحلی که من میگم متفاوت هست از لحاظ زمانی. مرحله دوم این هست که پاکسازی کبد و سموم انباشته بدن رو ما داریم اصطلاحاً سمزدایی میکنه دیگه. تو این مدت شما برای هر موردی که استفاده میکنید این شروع میکنه سمزدایی بدن رو و میره برای مرحله سوم. مرحله سوم 1 ماه تا 1 سال طول میکشه. تو بدن هر شخصی عرض میکنه فرق میکنه مدت. واکنش و تغییراتی توی بدن نشون داده میشه که این نشون دهنده بهبوده و اون موردی که اون بیماری که شما رو اذیت میکرده رو این کمک میکنه به از بین بردنش و ایجاد تعادل میکنه در بدن شخص. اینکه مثلا میگم کلسترول خونش مناسب بشه، قندش مناسب بشه، فشارش تعادل پیدا بکنه، شروع میکنه به ایجاد تعادل در بدن. مرحله چهارم 6 ماه تا 2 سال طول میکشه که توی این 6 ماه تا 2 سال تقویت سیستم ایمنی بدن شما دیگه با گذشت این زمان یه جورایی تثبیت میشه. شروع میکنه به تقویت کردن بدنتون که اون بیماری که شما در واقع مبتلا بودید برگشت نداشته باشه. همه بیماری ها از ضعف یه عضوی در بدن ایجاد میشه. وقتی سیستم ایمنی قوی باشه اون بیماری دیگه برگشتی نخواهد داشت انشاءالله. شروع میکنه به تقویت سیستم ایمنی و تامین میکنه اون ویتامین ها، مواد معدنی. وقتی که یک بدنی سالم و قوی باشه مطمئنا همه این مواد رو جذب میکنه و بازیابی بدن توی این مرحله همچنان ادامه داره. مرحله پنجمی که من گفتم توی طولانی مدت به شما جواب میده، این موادی که الان داریم توی این بسته ها و توی کافه سوپریم در نهایت باعث جوانسازی بدن میشه. شما فکر کنین سمزدایی انجام شده، حالا اون ویتامین ها و مواد معدنی که بدن لازم داشته رو دریافت کرده، سیستم ایمنی قوی شده، طبعاً باعث جوانسازی بدنتون میشه. من یه نکته خدمتتون بگم که خیلی مهمه برای کسایی که بیماری های فشار خون دارن. ممکنه این کافه تداخل دارویی داشته باشه، فشار خون بالا البته. ما پیشنهاد میکنیم که استفاده نکنن از این کافه. کسانی که مشکل دیابت دارن، کافه دیگری هست که ما بهشون پیشنهاد میدیم، کافه موکا بهشون پیشنهاد میدیم. باز پیشنهادمون این هست که ترجیحاً از این کافه سوپریم استفاده نکنن، ممکنه افت شدید قند براشون داشته باشه. کسانی که پیوند زدن از اعضای از بدنشون، حالا طبق عمل پیوند اعضا داشتن، ما اصلا پیشنهاد نمی کنیم که اینو استفاده بکنن، چون ممکنه دچار یک سری تغییرات توی بدنشون بشه که خدای نکرده اون پیوند پس زده بشه. مادران شیرده و باردار هم که طبق معمول داروهای خاص و مواد خاص رو نباید استفاده کنن مگر طبق نظر پزشکشون. پس این اشخاصی که گفتم خدمتتون حتما با مشاورین ما در ارتباط باشن در صورت که بخوان از این کافه ها استفاده بکنن. یه جنبندی هم بکنیم برای کلا خصوصیات کافه سوپریم. شد تقویت سیستم ایمنی بدنتون، کمک به ناوروری چه خانم ها چه آقایون، بهبود بیماری های مثل MS، پارکینسون، بیماری های مثل سرطان. ما نمیگیم 100% این بیماری ها درمانی میشن، هرچند که داشتیم کسانی که خیلی بهبود خوبی گرفتن از این و روند بیماریشون رو به بهبود هست. کسانی که برای کبد چرب، سینوزیت، بیماری های مثل یبوست، غلظت خون و آسم میخوان از این کافه سوپریم استفاده کنن، باید بهشون بگم که محصول مناسبی رو انتخاب کردن و با استفاده حالا 6 ماهه همه این نتایجا رو ممکنه که بگیرن و ممکنه که درمانشون ادامه دارتر باشه. اما با همه این شرایطی که گفتم برای بدن کسایی که اون بیماری‌های خاصی که اعلام کردم خدمتتون رو ندارن هیچ ضرری نداره. امتحان کنید، استفاده بکنید، از مشاورای ما استفاده کنید که چقدر از این محصول رو توی چه مدت زمانی باید استفاده بکنید و تأثیرات مثبتی که میگیرین با ما و دوستان دیگه‌ای که میخوان از این محصول استفاده کنن با ما در میون بگذارید. منتظر تماس هاتون، خرید هاتون و انشالله نتایج خوبی که میگیرین هست. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.